سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. با آموزش چین دامن در خدمتتون هستم. یه تیکه خمیر رو برمیداریم، اونو گرد و بدون ترک در میاریم. با زیر پای مبلی اونو به حالت لوله در میاریم. چون دامن هست و چین زیاد میخوره باید طول زیادی داشته باشه. بعد با وردن اونو تا جایی که امکانش هست صافش میکنیم و باید ضخامت خمیر خیلی کم باشه. وقتی این کار کردیم به وسیله کاتر یا خطکش فلزی که ابزار خیلی مناسبیه، حتما هم لبش رو از قبل چرب کنین. یه مقدار اضافات خمیر رو کات میکنیم، پایین و کناراشو، بالاشو لزومی نداره چون در چین دادن از خود خمیر کات میشه، برای همین نیاز نیست بالاشو کات کنیم. بعد از جدا کردن اضافات خمیر لبه گیری میکنیم با انگشتای دستمون. پایین خمیر رو لبه گیری میکنیم. حتما این نکات کوچیک و ظریف رو دقت کنین تا کارتون تمیز و قشنگ در بیاد. بعد از لبه گیری به وسیله ابزار رولت خیاطی یا ابزار چرخی که توی ابزار فوندانت هم هست، یک خط دوخت پایین دامن ایجاد میکنیم که خیلی زیبا میشه و طبیعی جلوه میکنه. بعد برای چین دادن باید حتما ابتدا و انتهای کار یک تا به صورت داخل باشه. بعد به صورت رفت و برگشتی بین انگشتانمون خمیر رو میبریم و میاریم همونجور که در تصویر میبینین. من اصلا فیلمو تون نکردم، کاتشم نکردم تا ببینین کاملا چه کاری انجام میدم. انتهای خمیر رو دوباره تا میزنیم و اگر اضافی داشت به وسیله قیچی یا کاتر اضافیشو میبریم و دوباره چین رو از هم باز میکنیم. وقتی بازش کردیم روی میز میذاریم، انتهای خمیر رو با انگشتمون فشار میدیم که به هم چسبیده بشه و دوباره اضافاتش رو به وسیله کاتر سرکج یا کاتر گرد در نوشابه یا هر چیز دیگه‌ای که دم دستتون هست اضافاتش رو کات میکنیم. این بود آموزش چین دامن. امیدوارم که گویا و واضح بوده باشه. حتما لایک کنین، نظرات قشنگتون رو برام بنویسین. اگر سوالی داشتین حتما برام کامنت کنین. با روی باز پاسخگو هستم. ممنون که تا اینجا همراه هم بودین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.